امروز قراره که داخل این ویدیو یکی از عجیب و غریب ترین رکوردهای گینس رو بزنیم که رکورد پاشیدن آب بیرون دهنه. یعنی نمیفهمم چجوری بهتون بگم، 56 ثانیه آب از دهنش داره میریزه بیرون طرف که واقعا پشمریزونه. نمیفهمم چجوری. حالا من قراره که این رکوردو بشکنم و برم تو گینس. البته 6 بار. برو بریم سراغش. و اول چه میکنیم این رکوردی که دست این یاروه چجوریه. خب بیشترین زمان بیرون دادن آب از دهان دستش گرفته. 56 ثانیه آبو از دهنش میریزه بیرون. حالا هر چقدر آب که خورده. ما هم قراره همچین کاری بکنیم، ولی امکانش خیلی کمه که من بتونم، چون من خودم قبلش تست کردم مثلا میشد 30 ثانیه 35 6 ثانیه اینجوری میشد. حالا میریم که با هم دیگه تستش کنیم. یه 2-3 بارم بیشتر فرصت ندارم. برو بریم. خب آقا ما یه کورنمنت داریم که الان روی ضبطه و من تا اینو بزنم شروع میشه و آب. من این آب رو میخورم. وقتی که خواستم آبو بریزم بیرون از دهنم استارتشو میزنم. خب دیگه حالا هر چقدرم تونستم دهنم پر میکنم دیگه، نگفته که چقدر. خب 3 2 حاجی 44 ثانیه بیشتر نشد. من 12 ثانیه کم دارم. یعنی چی؟ خب آقایون داداشا فعلا که گند زدیم. یه بار دیگه من میتونم 2 بار 3 بار استیمینگش 2-3 بار دیگه میتونم تست کنم. خب دفعه سعی میکنم بیشتر پر کنم. حاجی کمتر شد که شد 33 ثانیه. یعنی چی؟ ها؟ نمیفهمم. یه بار دیگه باید یه شکلی عوض کنم. نمیفهمم باید ویدیو خوت بدم. نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی سخته. استراتژی جدید به کار میبریم. یه بار دیگه صبر کن. اینو بریم بالا. شیت 55 ثانیه شد. 55 ثانیه داشت میشد، ولی حالم به هم خورده. همیشه ریخ رو خودم. 55 ثانیه. با این بار آخر فکر کنم بتونم. آجی فکر کنم بتونم. تو پست رو لایک کن، ویدیو رو لایک کن، ساب یادت نره. این استای من اینجا میاد، برو فالو کن، خجالت بکش. من 55 ثانیه زدم. یه بار دیگه تونستم بزنم فیلمشو میفرستم برای گینس. 3 ماه بعد جوابش میاد. خب برو بریم. این از این از آب. یک دقیقه و 9 ثانیه. 1 دقیقه و 9 ثانیه. شیت. یعنی الان من رکورددار گینس هم. من با ویدیوشو بفرستم برای گینس. پشمام جان نالک. ایوه رکورد گینس جابجا شد در سطح جهانی، ململانی، شهشهانی. من ویدیوشو ایمیل میکنم به گینس. 3 ماه بعدش فکر کنم جوابش میاد. و اینکه آره دیگه. پشمام
اگر که دوست داری ویدیوی کویر شدن دهنم با ساق طلایی ببینی اینجا بزن و برو ببینش. من میرم بفرستمش برای گینس. خدا